به همه مخلصان فوتبال تاجیک درود و شادباشی خود را میرسانیم و همه آنها را صمیمانه به آغاز چمپیونات نوبتی تاجیکستان اوید به فوتبال تبریک و تهنیت میگوییم و این شام هم سر همین موضوع ما با دیرکتور لیگ فوتبال تاجیکستان سبحان شریف صحبت خواهیم آراست. خوش آمدید و البته مبارکمون باشد آغاز نوی چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال و فکر دارم که تا آخرین لحظه ها آمادگی ها با چمپیونات نوبتی ادامه داشتند. تشکر زیاد سهراب شوی عزیز برای دعوت در چون یک برنامه خوب. در ابتدا اولا میخواستم تمام علاقمندان فوتبال، کلوب های فوتبال، مخلصان فوتبال را برای آغاز موسم سال 2025 تبریک و تهنیت گویم و با آنها موفقیت، بربری و کامیابی ها تمنا نمایم. بله، تا به انجام رسیدن روزانه گزارش زمستانه که از 1 ینور تا 5 مارت مقرر شده بود از جانب فیفا یعنی فدراسیون اساسیاسیون بین المللی فوتبال دیروز به انجام رسید، محکم شد. تمام دسته ها برای گزارش بازیگران، گزارش یا اینکه جلب نمودن بازیگران به هیئت های اصلی دسته های خود به هیئت های جوانان انجام دادند. خوب، تا جایی که ما میدونیم از تجربه تاریخی فوتبال جهانی و البته آسیایی تجربه خود فوتبال تاجیک انا همین لحظه ها خیلی لحظه های نازکند، چون که البته نه همه دسته ها نه همه کلوب ها تا همون زمانی که باید حجت های درکاری رو پیشنهاد میکنن، متاسفانه برخی سهلنگاری هم میکنن، اما همه سرباری ها بعدا با فدراسیون فوتبال تاجیکستان، همه سرباری ها البته با شما. خوب، چی لحظه هایی بود؟ آخرین لحظه هایی که انا همین روزانه گزارش انجام می شود و به قولی که محکم می شود. بله، مرحله روزانه گزارش ها بسیار یک مرحله های نازک است که تمام کلوب ها میخواهند بهترین بازیگران را به هیئت های خود جلب نمایند، چه بازیگرای محلی چه بازیگرای خارجی، و البته در رفت گفتگو یعنی که مصلحت هایی که بین ستاد یا اینکه راهبریت هر یک کلوب با بازیگران در علاهیدگی می شود نزدیکی زیادی خود را دارد، یعنی که در بعضی بازیگران البته چه شما ذکر کرده در آخرین لحظه ها یعنی که با شرط یا اینکه شروط هایی که پیشنهاد هایی که بین کلوب بین بازیگر می شود راضی می شوند. ما نیز لیگ فوتبال تاجیکستان که طریق سیستم های رقمی فیفا کانکت همه گزارش ها انجام داده می شود، الکی سال 4 است، همون لحظه رو انتظار می شویم و در کلوب ها با کلوب ها در تماس هستیم. البته انتظار می شویم، دیگر کار دیگر نداریم. سهلنگاری هست در کاری بعضی از منیجرها به معنای که کسبیت کمتر طلب میکند. این البته فرق میکند سال 2025 از سال 2024 موسم سال 2024 از سال 2023 سال به سال خوب شده ایستاده است. تجربه نشان میدهد که کسبیت همین کاربری کلوب های ما بهتر و خوبتر شده ایستاده است، البته در استفاده همین سیستم های بین المللی یعنی که سیستم های رقمی که الان تطبیق شده ایستاده است در فوتبال ما. تا جایی که من میدونم فیفا برای ما به قولی که یک گزارش هم کرده بود. تا چند سال ما امکان داشتیم که مثلا تا آخرین لحظه ها کار کرد کنیم البته حجت ها رو، و بعد از آن هم البته با برخی از گزارش ها امکان داشتیم که برخی حجت های دیگر رو تهیه کنیم و پیشنهاد کنیم. اما امسال من همین دوره گزارش ما به قولی که به اتمام رسید، اکنون طلبات ها کاملا دیگرند و باید که مسئولین دسته ها فکر میکنم که از این چیز آگاه باشند و نه اینکه در یک روزی پیش از محکم شدن روزانه ترانسفری بلکه حداقل یک هفته همه حجت های خود رو پیشنهاد کنند. بله، چگونه که ذکر کردیم سالهای گذشته شروع از سالهای 2020 21 22 23 فیفا به گونه برنامه‌های رقمی را همون گونه کرده بود که میشید آنها رو مثلا به طور خوب استفاده برد. اما امسال مکتوب رسمی وارد شده بود نیز در ماه دکبر سال 2024 از جانب فیفا که تمام ما روزانه گزارش ها رو طریق خاطربینی تمام بله همه چیز یعنی که جدی شد به طور خودکار. سیستم ها اما روز 5 مارت محکم میشن، دیگر یگان و گزارش نداره. سالهای گذشته هم این چیز بود
вале мешуд ки баъзан равзанаи гузариши клубҳои лигаи якумро тамдид мекард фифа бо хоҳиши мо бо мактубҳои расмӣ мисол муроҷиат мекардем, аммо тамоми ин чизҳо тамом шуд, дигар аллакай аз байн бардошта шуд. боз ҳам дар ҳамин раванди омодагиҳо мо шоҳид ҳастем ки аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон барномаҳои махсусе ҳастанд ки семинарҳои махсусе ҳастанд ки мана ҳамин менеҷерҳоро меомӯзонанд, масъулини дастаҳоро меомӯзонанд, бо мана ҳамун барномаҳои мухталифи мисол FIFA Connect шинос мекунанду бояд онҳо омода бошанд аслан. бале, ҳар сол лигаи футболи Тоҷикистон дар нақша чорабиниҳои худ як семинари густурдае барои менеҷерони техникии клубҳо баргузор мекунад. Тамоми ин нозукиҳо, яъне идора кардани шакли ҳамин барномаҳои CMS, Connect мисол ҳамино фаҳмонда мешавад ба тамоми менеҷерҳо. чӣ гунае ки гуфтам таҷриба аст, сол ба сол хуб мешавад, нағз мешавад. ман фикр мекунам ки дар лаҳзаҳои охирон баъзе бозингаронро ба ҳайати дастаҳо ҷалб кардан ин таҷрибаи ҷаҳонӣ аст. дар тамоми лигаҳои дигар давлатҳо дида мешавад ки ҳамон рӯзи охир, лаҳзаи охир фалон бозингар ё ки футболбоз розигии худро медиҳаду баъд гузаришро анҷом медиҳад. баргашти аршавинро аз Арсенал ба Зенити Санкт Петербург мо медонем ки ба қавле ки дар сонияҳои охирин ин чиз баргузор шуд. хуб, биед сари акнун бозиҳо бармегардем. ҳамаи бозиҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор мешаванд. Иллаташ чӣ аст? дар асоси қарори кумитаи иҷроии Федератсияи футболи Тоҷикистон ки 14 декабри соли 2024 баргузор гардид, дар ҷаласаи солонаи кумитаи иҷроии Федератсияи футболи Тоҷикистон оғози мавсими чемпионати Тоҷикистон 5 март яъне тасдиқ шуд. мо низ масъулини лигаи футболи Тоҷикистон, лигаи футболи Тоҷикистон муваззаф шудем ки чемпионатро нисбат ба соли гузашта бармаҳалтар оғоз намоем ва албатта боду ҳаво, иқлим, яъне ки боришоти ҳафтаҳои охир камтар таъсири манфиам дар чаманзори варзишгоҳҳои мо расонид. ба ҳамамон маълум аст, яъне чаманзори варзишгоҳҳои клубҳои лигаи олӣ, клубҳои футболи мо дар он дар Тоҷикистон табиӣ ҳастанд. ба ҳамин қарор омадем ки ҳамин даври якуми бозиҳои лигаи футболи Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи олиро дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе ба таври мутамарказ, албатта бо дархости худи клубҳо, бо муроҷиати расмии клубҳо, бо интихоб кардани худи онҳо вақтҳои бозиро мо дар инҷо баргузор намоем. бошад. хуб, суоли дигар дар зеҳн пайдо мешавад ки пас кай дастаҳо ба бозиҳои хонагии худро дар майдонҳои худ баргузор мекунанд? бале, масъулин ва роҳбарияти клубҳо корбарӣ карда истоданд дар омода кардани ҳамун варзишгоҳ ё ки чаманзори варзишгоҳ. ин вобастагӣ дорад ба иқлим, яъне баҳори мо агар гармтар биёяд, албатта чаманзори варзишгоҳҳо тезтару хубтар омода мешаванд. вобастагӣ дорад ба ҳамин чиз. мо низ албатта интизор ҳастем, корбарӣ дорем бо тамоми дастаҳо, бо масъулини онҳо. машваратчиёни, яъне кишоварз гӯем агрономҳо ҳастанд дар федератсия ки бо клубҳо корбарӣ доранд барои хубтару беҳтару тезтар омода шудани ҳамин чаманзори варзишгоҳҳо, то ки бозиҳо дар шаҳру ноҳияҳо дар назди мухлисони худ баргузор гардад. то ҳоли ҳозир дар кадом варзишгоҳҳои мо имкони баргузор шудани бозиҳо дар шомгоҳӣ аст? мо албатта медонем чанд дастаро, ба ҳар сурат чун имсол ҳам санҷишҳо хеле зиёд шуданд, аз супоришу дастурҳо ҳам аз ҷониби раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ зиёд буданд. хуб, Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳам хеле корҳоро анҷом карданд дар ин замина. комиссияи лицензия кунунӣ ҳам, албатта мо ҳам барномаҳои зиёде таҳия кардем дар ин мавзӯъ. ба ҳар сурат худи ҳозир дар маҷмӯъ гӯем 6-7 варзишгоҳи мо бо системаи рӯшноидиҳӣ баршумурдан мумкин. шурӯъ кунем аз варзишгоҳи 20-солагии шаҳри Хуҷанд, яъне пурра омода аст барои баргузор кардани бозиҳо дар вақти шомгоҳ. варзишгоҳи марказии шаҳри Истаравшан, варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе, варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода, варзишгоҳи марказии шаҳри Кулоб, варзишгоҳи марказии ноҳияи Рудакӣ
و کارها ادامه دارد در ورزشگاه مرکزی ناحیه فرخار. دیروز ما در تماس بودیم با راهبریت کلوب، آنها گفتند که الکی فرمایش شدگی است، باید واردات همون تجهیزات های نورافکن به توجیکستان وارد شود و اونها نصب شوند. وحش ارینا چی؟ وحش ارینا نیز کاربری کرده ایستادند، باید در همین لحظه های نزدیک تامین شود. یک مسئله دیگر، مسئله البته با خط اپتیکی و قبلی که با خط اینترنتی تامین بودن همین ورزشگاه ها است. چرا؟ چون که ببینید که تا این چیز در اونجا مجهز نباشد، البته امکان پخش مستقیم در اونجا پیدا نیست. فکر میکنم که این مسئله هم حل خود را یافته. چگونه که به همگان معلوم است، سال به سال طلبات زیاد شده ایستاده است، یعنی طلبات های تکنیکی، امکانات های تکنیکی خودی ما با تلویزیون های ورزش و فوتبال یک فعالیت خوب دارند که تمام بازی ها حالا 90% بازی ها پخش میشوند، یعنی که ثبت میشوند. این ضرورتی نصب شدن همون خطهای اپتیکی اینترنتی برای پخش مستقیم تلویزیونی بازی ها است. طول 2 سال کمیسیون لیسانسی کنونی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در هیئت متخصصان گوناگون از هر بخش‌های کمونیکاسیون، بخش‌های اگرونومی، دیگر بخش‌ها همین طلبات ها را در نزد کلوب ها ما ماندگی هستیم، کاربری داریم. بیشتری اگر خطا نکنم از 7 تا 8 ورزشگاه علاقه با خط اپتیکی تامین است که بازی ها پخش میشوند و کارها در این سمت ادامه دارند و سال به سال باید که بهتر و خوبتر شوند، ما از این بحران ها خلاص شویم. بسیار خوب. یک دوره اول چند روز دوام میکنند؟ دوره یکم چمپیونات 3 روز است، روز هفتم، روز نهم و روز دهم. هشتم استراحتی است؟ هشتم استراحتی است. به خاطر روز مادرم؟ شاید. باشد، چرا نه. خوب، بیت درباره داوران بگویم، چون که همین مسئله هست که البته گاه در روند یک موسم داغ می شود. خوب، داوران ما تا کدام اندازه به این موسم آماده هستند؟ تا کجاها ما می توانیم که اعتماد کامل داشته باشیم که خوب همه بازی ها در سطح بلند از جانب داوران برگزار کرده می شود؟ هرچند که البته با قولی که دائم میگویم، این البته این فاکتوری آدمی است، این رو از ساقط کردن هیچ امکان ندارد. به هر صورت باید آماده باشیم. بله، سمت داوری، اون که فعالیت داوری در تمام لیگ های جهان یک سمت بحث برانگیز است. بله. با وجودی با در نظر داشتی پیشرفت تکنولوژی های نو از قبیل ور و دیگر سیستم هایی که در فوتبال علاقه جوری شده است برای معین کردن قاعده بیرونکنی ها در داخل میدان ها در وقت بازی ها، البته یک سمت بحث برانگیز باقی میماند. ولی با وجود این ما کوشش میکنیم مسئولین، یعنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، لیگ فوتبال تاجیکستان، سطح داوری سال از سال خوبتر شود، بهتر شود. خود دیروز علاقه داوران درجه سیوم از سمیناری آموزشی خارج شدند. پیش از آن 2 گروه داوران دیگر، داوران الیت یعنی درجه یکم، درجه دوم سمینار برگزار شد با اشتراک متخصصان خوب و کاردان. سمینارها هست و یادداشت‌های تفاهم. البته ما با عربستان سعودی داریم در سمت داوری، با قطر داریم که دوام سال با درخواست طرفین با تفاهم، یعنی در دایره یک تفاهم خوب، یعنی علاقه‌های حسنه با عربستان سعودی، با دولت قطر، داوران ما با اونجا سفربر میشوند، در بازی‌های چمپیونات این دولت‌های ذکر شده اشتراک میکنن. این خیلی خوب است و همزمان گفته گذاریم که تقریبا 17 داوران ما علاقه عضو داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند که یک پیشروی خوب است برای سمت داوری ما. سال از سال سطح من خوشبین هستم، امید خوب دارم و خوشبین هستم که خوب می شود، اگرچه از ما باز تقاضای بهتر و خوبتر کردن این فعالیت آنها، سمت آنها را طلب میکنند. بله، در همه بازی ها ور را دیدن ممکن؟ بازی هایی که البته پخش میشوند، یعنی پخش مستقیم میشوند یا اینکه ثبت میشوند، ور را دیدن ممکن است. خوب، یک طلبات بود از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان. فکر میکنم که از موسم آینده این چیز رایج میگردد. منظور من این است که همه سرمربیان دسته های لیگ عالی باید که
مجوز پرو داشته باشند. خب در این سمت تا کجا ما پیشروی داریم؟ سوالی بهترین. یکی از سیاست‌های خوب کردن، بهتر کردن رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، فوتبال رو در تاجیکستان، این بالا برداشتن سطح کسبیت، مهارت و قابلیت تمام متخصصان فوتبال است، از جمله سرمربی‌های دسته‌ها. بله. سال گذشته، یعنی سال 2024، فدراسیون فوتبال تاجیکستان با تمام یعنی که کلوب‌ها آگاه کرد طریق مکتوب‌های رسمی و در تمام سامانه‌ها نیز اعلان کردند که سال 2026 کلوب‌های فوتبال باید برای جلب نمودن متخصصان دارای مجوز یا اینکه لیسانس پرو کاربری نمایند چاره‌جویی نمایند. در نوبت خود فدراسیون فوتبال تاجیکستان در همکاری با کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازت برگزار کردن کورس‌های پرو برای سرمربیان و مربیان تاجیکستان را به دست آورد. از سال گذشته شروع کرده مدول یکم تمام شد. در این سمت سرمربیان زیادی از جمهوری جلب شدند، کارشناسان متخصصان خوبی ما به این کورس ها و این کورس ها دوام دارد. باید تا آخر همین سال با گمان مدول آخرین آن جنبست شود و گمان میکنم که سال 2026 نباید کلوب ها در این سمت یگام مشکلی داشته باشند. اصولا حال حاضر ما در دسته های لیگ عالیمون چند مربی خارجی داریم؟ مربیان خارجی در کلوب های لیگ عالیمون اگر شمار کنیم کلوب فوتبال استقلال، بله، که مربی سرشناس است، الکی سال دوم سوم است که در این کلوب فعالیت میکند. ایگر چریفچنکو به هر صورت ایگر چریفچنکو با اصطلاح ویکی‌پدیا او رو ما بینیم در راست اسمش تاجیکستان نوشته شده است. به هر صورت اما بله شهروند روسیه است. باشه، با خاطر میگویم که مربی خارجی یعنی فعالیت زیادش رو، فعالیت مربیگیش رو در خارج کشور انجام داده است. کلوب فوتبال روشن، بله، کلوب فوتبال روشن، باز برای مثال میتوانیم بگیم حاصلات فرخار، بله، امین صبحانی هستن، فعالیت میکنن. خب منظور من چی بود از این سوال؟ منظور من این که خب ما البته در این چیز هم باید نظر خود رو داشته باشیم که مثلا لیگ ما چند مربی محلی به قول دارد و چند مربی از خارج کشور. البته برای دسته ها مهم است همه نتیجه است. البته مهم است همه نتیجه است. برای ما هم شاید مهم است همه نتیجه هست که مثلا فوتبال ما چی حاصل میدهد. منتخب ما رو هم متخصص گرجی راهبری میکند. بله. مشکل نیست البته، اما فکر میکنم که از پس سوالی برای مجوز گرفتن این سوال ماندن من فقط به همین خاطر بود که تا کدام اندازه همکنون ما در لیگ های در دسته های لیگ بالای خود سرمربیان محلی را میبینیم که مجوز پرو دارند. ما شماره سرمربیان خارجی رو برشمردیم. میخواستم که مشاهده های شما را درباره آنه که این سال این موسم در فوتبال ما لیگنرها زیاد شدند یا کم بفهمم. لیگنرها، بازیگرای خارجی امسال در موسم این ساله نظر به موسم گذشته زیادتر است. ما برشمردیم با آخرین شماره که دیروز خارج جنبست شد 80 نفر را تشکیل میدن، یعنی اکثری دسته با استثنای استقلال و روشن که 6 لیگنر به حیات خود جلب کردن. البته برای معلومات برای مخلصان گذاریم که هر یک دسته حق دارد به حیات خود 7 بازیگر خارجی لیگنر جلب کند. دیگه باقی مانده دسته ها 7 بازیگری خارجی لیگنر جلب کرده هستند. در مجموع 80 نفر را تشکیل میدهد. از لیگ های کسبی هستند، از 60% آنها از لیگ های کسبی جلب شده هستند، از 9 دولتی دنیا. صدری لیگنرها یعنی که بازیگران خارجی را الان در تاجیکستان بازیگران جمهوری همسایه ما ازبکستان تشکیل میدهد که از آنجا 23 بازیگر جلب شده است به لیگ فوتبال تاجیکستان. نظر ما با بازار گانا کاهیدن. ما اکنون گانا در ازبکستان رو آوردیم. بله، گانا در مقام دوم است. یعنی 20 بازیگر خارجی از جمهوری گانا است. بعد از چند دور تنفس می شود، چون که در پیش البته منتخب ملی ما بازی های خود را دایر میکنند، هم بازی رفیقانه و هم بازی رسمی.
بله. دوری اولی چمپیونات چگونه که گفته گذاشتیم 7 مارت آغاز می شود. 7، 9، 10 بازی دوری یکم چمپیونات تاجیکستان بین دسته لیگ عالی است. دوری دوم باشد 14 مارت آغاز می شود. 16 آخرین بازی های دوری دوم است. پس از آن دسته منتخب ما با بازی رفیقانه سنجشی با دسته منتخب ملی جمهوری بلاروسیا یک بازی رفیقانه برگزار میکنند روز 20 مارت و بعد از آن بازی رسمی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 با تیم منتخب ملی تیمور شرقی ما بازی داریم. بعد از آن 28 مارت باز دوری سوم بازی های لیگ عالی دوام می‌یابد. چمپیونات ما کی تمام می‌شود؟ چمپیونات در موسم سال 2025 از 7 مارت چگونه گفتیم شروع می شود. الکی دور یکمی بازی ها برگزار گردید. نهایت 9 نوامبر جمع بست می شود. 9 نوامبر تمام بازی ها از روی نقشه ما باید جمع بست شود. تنفس کی؟ تنفس از 1 ایول است، یعنی روزانه گزارشی تابستان از 1 ایول تا 28 ایول است که یک فرصتی است باز برای جلب شدن بازیگران نو، بازیگران تازه انتخاب، بازیگران خارجی به هیئت دسته‌ها. بسیار خوب. شاید چیزی را نپرسیدم که می‌خواستید بگویید با بینندگان و مخلصان. سلامت باشین. از تمام مخلصان کشور عزیزمان دعوت به عمل می‌بریم که در بازی‌ها دسته‌های خود را رفته مخلصی کنند. ورزشگاه‌ها را با همون یک زمزمه و با یک مخلصی و با یک تشنج و با یک محبت و اخلاص به دسته‌های خود دستگیری کنند و چگونه که به همگان معلوم است و اعلان هم شدگی هست تحت سرپرستی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امالی آزمون بهترین مخلصی سال امسال نیز دوام دارد. در این آزمون نغز اشتراک کنند و به مقام‌های افتخاری کامیاب شوند. فوند جایزوی آزمون بهترین مخلص سال 150,000 سامان برای امسال معین شده است. سال پر 100,000 سامان. 100,000 بود. بله. یعنی سال تا سال خوب میشه. این لایحه است که اگر خلاصه کرده گویم برای جلب مخلصان به فوتبال، آمدن مخلصان به ورزشگاه‌ها، خب ترغیب طرز حیات سالم، بلند برداشتن سطح فرهنگ مخلصی و البته در مورد اول خوب شدن سمت مارکتینگ کلوب ها یکی از بخش های عمده فوتبال است. یعنی که سال تا سال باید کلوب های ما تلاش کنند که سمت مارکتینگ یعنی درآمدهای علاوه‌ای کلوب های خود را خوب کنند. بسیار خوب. سلامت باشید. تشکر از شما برای یک صحبت خیلی پرمحتوا. من فکر میکنم که بیننده های عزیز از این صحبت ما و شما برای خود درباره چمپیونات امسالی که همکنون شروع می شود خیلی چیزهای زیادی رو گرفتند. بسیار سپاس برای صحبتتون. سلامت باشید. دوستان عزیز ارجمند، ما یک صحبت داشتیم با دیرکتور لیگ فوتبال تاجیکستان سبحان شریف و از نام همه شما با آن کس اظهار سپاس. یک بار دیگر آغاز چمپیونات برای شما مبارک باشد و البته بیننده های عزیز مخلصان فوتبال برای شما نیز. در همه جا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد. خیر.